Hallo und herzlich willkommen zum Deutschlernen oder einfach sagen Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unterricht von mir. Mein Name ist Manu Cherry und wir lernen Deutsch. من مانو چری است و ما میخوانیم زبان آلمانی. خوش آمدید به درس زبان آلمانی، به یک درس نو. ما و شما امروز بگیم که فعلی arbeiten، das Verb arbeiten یعنی کار کردن میخونیم. پرزنس زمانی حاضره. Ich arbeite یعنی من کار میکنم. Du arbeitest، er arbeitet، sie arbeitet، es arbeitet، wir arbeiten، ihr arbeitet، sie arbeiten، sie arbeiten. یک بار دیگه arbeiten یا اینکه arbeiten یعنی کار کردن می شود. پرزنس زمان حاضره. Ich arbeite، du arbeitest، er arbeitet، sie arbeitet، es arbeitet، wir arbeiten، ihr arbeitet، sie arbeiten، sie arbeiten. پرتریتوم یعنی زمانی گذشته ناکامل یا اینکه زمانی گذشته کتابیش هم بگه می شود. Ich arbeitete، du arbeitetest، er arbeitete، sie arbeitete، es arbeitete، wir arbeiteten، ihr arbeitetet، sie arbeiteten، sie arbeiteten. خوب، این پرتریتوم استفاده میبرم بسیاری وقتا در کتاب، یعنی که در کتاب نویسی یا اینکه یعنی که بگم که همه خیلی آسته و همه خیلی آرام بگین دیگه گپی زیادتون نفاره زدنی میگن که مثلا من کار کردم. Ich arbeitete. شما میتونین اول که زبان رو میخونین بگین که مثلا ich arbeitete، اما وقتی که در یک سطح خوب دیگه زبان بگیم که بلد میشین در او وقت دیگه میتونین که بگیم همین ت را ت نخونین. مثلا ich arbeitete یعنی که مثل که آلمانی ها همین را میگن. خب باز نگاه میکنیم زمان گذشته پرفکت. پرفکت یعنی کامل. Ich habe gearbeitet. چون که شما ببینید زمان گذشته پرفکت همیشه با هیلفسورب یعنی با فعل یاردمی haben یعنی که حرکت میکنه. Ich habe gearbeitet، du hast gearbeitet، er hat gearbeitet، sie hat gearbeitet، er hat gearbeitet، wir haben gearbeitet، ihr habt gearbeitet، sie haben gearbeitet، sie haben gearbeitet. یعنی که من کار کردم در زمان گذشته. خیلی مهمه تکرار کنین. وقتی که درس میخونین همین صورت دین همین ویدیو را قرار بدین و سر کنین با نوشتین با پرگی با طرف دیگه نگاه کنین. خوب. kommen آمدن. پرزنس زمانی حاضره. همین صورت بگیم که خوب در کلتون بگیریم بنویسین که بدونین. چون وقتی مثلا آلمان میین یگان امتحان میسپارین یا اینکه اصلا درس میخونین همین چیزا در کارتون میشن. مثلا پرزنس زمان حاضره. Ich komme، du kommst، er kommt، sie kommt، es kommt، wir kommen، ihr kommt، sie kommen، sie kommen. پرتریتوم زمان گذشته ناکامل. پرتریتوم زمان گذشته ناکامل. Ich kam،
Du kamst, er kam, sie kam, es kam, wir kamen, ihr kamt, sie kamen، زی کامن. اگر که درس‌های پیشکی را خوندگی باشین میدونین که در چی باره صحبت رفته ایستاده است. پرفکت، زمان گذشته کامل. چون که شما ببینین آمدن، رفتن، دویدن، مردن اینا همش با زین، یعنی هیلس ورب، یعنی همون فعل یاردمی زین خطی استفاده می شود. به همون خاطر یعنی آمدن با زین، یعنی که با Hilfsverb sein حرکت میکنه. Ich bin gekommen، زمان گذشته من آمدم. Du bist gekommen، er ist gekommen، sie ist gekommen، es ist gekommen، wir sind gekommen، ihr seid gekommen، sie sind gekommen، sie sind gekommen. خوب، میگذاریم یک کمکه که دیگه یک درسه که مایدهک تیار تو که اگه ما را بخونیم که چه خیلی میشه. fragen یعنی پرسیدن، سوال کردن. antworten جواب دادن. was machst du Klaus؟ Klaus تو چی کار میکنی؟ ich spiele، من بازی میکنم. was machst du Klaus؟ ich spiele، من بازی میکنم. میتونین که ich بگین هر سرا که دلتون بخواه. wer kommt mit؟ wer kommt mit یعنی کی با ما میاد، کی با یعنی mit با میشه. wer kommt mit؟ این آدم حیرت زده میگه ich nicht، من نه، یعنی من نمیام با شما. wie heißen Sie؟ wie heißen Sie؟ میتونیم بگیم که مثلا مولا یا که کلاوس مولا مثل رؤوف یا که نمیدونم رحیموف رؤوف، یا که مثلا بگیم که ich heiße مولا، یا اینکه بگیم که مثلا ich heiße معروف، ich heiße دگر. خوب، wo wohnen Sie؟ شما در کجا زندگی میکنید؟ شما میتونین که بگین مثلا این دوشنبه، یا اینکه مثلا بگین که این هامبورگ، یا اینکه بگین که ich wohne in Hamburg، یعنی که با پراگی بگین هر سرو که دلتو بخواه. wohin fahren Sie؟ با کدام طرف شما میروین؟ nach München، nach München، میتونیم بگین که nach München. اما با پراگی بخواین بگین میگین که ich fahre nach München، یعنی که من میرم طرفی مونشن، یک شهر است در آلمان. خب woher kommen Sie؟ شما از کجا هستید؟ شما از کجا میین؟ اینجا بگیم که فهمیده میشه شما از کجا هستید. میتونیم بگیم که مثلا aus تاجیکستان، یا اینکه مثلا در اینجا نوشته که aus Italien، یعنی aus Italien، از ایتالیا، یا که مثلا ich komme aus Italien، یا که ich komme aus تاجیکستان. wann kommt ihr؟ شما کی میایین؟ heute، میتونی که heute بگوی، یا اینکه با پراگی بگوی wir ما kommen میایم heute، امروز. باوری دارم که درس امروزه معقول تو شدگی باشه شیرای نر. خواهش میکنم نفرایی که نو درس زبان آلمانی را سر کردین در کامنتاریا بنویسین و کوشش کنین که همیشه یک چیز معقول تو نشید، یک چیز بگیم که خشتون آمد بنویسین، بگین که خیلی خوب میخونم، فکر میکنیم. مقصد همین یوتیوب هم اساسی، مقصد من در همین یوتیوب هم برای همین درسای دوستای عزیز، به همون خاطر در این چیزا بگیم که خوب کار کردن در کار. بعدش دیگه خوب درسا را خوندن بگیرین. انشالله کوشش میکنیم که میده هم خیلی حرکت کنیم. این میکروفونی که گفته بودم اگر که شنیده باشین آوردنش، اینا به همون میکروفون درس گذشته ایستادیم. میبینیم که چه خیلی اگر که معقول تو شید، آواز خوب باشه، خوب انشالله که در کامنتاریا حتما بنویسین. نفرانی که ابونه نیستن ابونه شوین تا اینکه بتونین هر یک درس سری وقت بگیم که دسترسی بکنین.
тамошо бикунед. боқӣ ҳама дар амони Аллоҳ бошем.